بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، اولین چیزی که باید یاد بگیرید طریقه به دست گرفتن ابزاریه که میخواین با اونا کار کنید. واجب ترین اونا شونه است و دست تیغ و خود قیچی. ببینید تا شما اینا رو یاد نگیرین اصلا نمیتونید یه اصلاح خوب داشته باشید. برای مثال الان این شونه رو حتما باید صحیح دست بگیرید. ببینید همینجور که من تو فیلم بهتون نشون میدم. ببینید سه انگوش زیر، این انگشت شست پشت شونه، اینم جلوی شونه. این برای به سمت بالا رفتن و به سمت پایینم که میخواید شونه رو بکشید مرور شونه کنید. ببینید همین حالت برمیگرده و شونه میکنه. حتما باید، چون خیلی موثره شونه زدن داخل سر، هم اصلاح تمیز در میاد. اگر یه مقدار بد دست بگیرید، مثلا شونه رو یه مقدار جلو بگیرید با قیچی، احتمال داره اینجا دستتون رو انگشتتون رو ببرین. عقب دست بگیرید شونه تعادل نداره. حتما باید تا وسط شونه بیاد. ببینید درست تا وسط شونه. این یک. دومین چیز دست تیغ. ببینید این دوتا انگشت این طرف و اون طرف دست تیغ، سه انگشت بالا، یه انگشت کوچیکم این گوشه. ببینید اینم برای تیغ زدن. این برای سمت راست سر که میخوان تیغ بزنن این حالت میزنن. سمت چپ فرق میکنه. سمت چپ همینجور که دستشونه برش میگردونن. ببینید میشه سه انگشت زیر، انگشت شست این حالت. ببینید اینم برای سمت چپ سر که میخوام بگیرم. حالا الان میخوام همینو برش بگردونم. ببینید این انگشت میاد زیر، میاد سر جاش، برش گردونم. ببینید خیلی راحت. همینا درسته چیزای کوچیکه ولی خیلی مهمه. اینم از دست تیغ. اینا رو باید حتما تمرین کنید. حتما باید تمرین کنید. سومین چیز قیچی. ببینید تو انگشت دوم میفته، این دوتا انگشت زیر قیچی. ببینید این زیر قیچی. ببینید حتما انگشت دوم. حالا بعضیا چپ هم هستن دیگه، انگشت دوم سمت چپشون دیگه فرق نمیکنه. اینم از قیچی. باز برسپیچ. ببینید این برسپیچ باید داخل سر بچرخه. ببینید این حالت گرفتن برسپیچه. این تهش به انگوش اینجا گیر داده میشه. ببینید اینجا که گیر داده میشه، ببین شما اینو فقط اینو میچرخونی دیگه. ببین راحت شما اینو میچرخونید. این برای فر دادنمو راحت. ببینید کاری نداره ولی همین مهمه. بعد ماشین اصلاح بستگی داره به کجای سر بخوان اصلاح کنن. ببینید یک این حالت رو میگیرن، این حالت اصلاح میکنن. یکی این حالت میگیرن به سمت بالا رو اصلاح میکنن. یکی هم بالای سر رو، روی سر، جلوی سر که بخوان بگیرن اینجور. حتما باید اینجور باشه. نمیشه بالای سر رو مثلا بخوای اینجوری بگیری بزنی.
حتما باید اینجور بگیرن که سر ماشین صاف باشه و راحت اصلاح کنن. این چند تا چیز رو حتما باید تو خونه تمرین کنین. حالا انشالله فردا هم یکی دو تا فیلم دیگه میذارم واسهتون. کم 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 باید ببینید ما از پایه میخوایم شروع کنیم. همین چیزها شاید به خیلیا بگن مهم نیست، ولی برای کسی که وارد نیست خیلی مهمه. برای تو اصلاح کم میاری. انشالله از اول از اصلاح خط سر شروع میکنیم، خط پشت سر شروع میکنیم تا انشالله که بریم بالا. یعنی کسایی بتونن که یه اصلاح ساده رو انجام بدن، یعنی دیگه 95% راه رو رفتن. اگر بتونن یه اصلاح ساده بکنن، حالا انشالله که کم 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 یه شاید یک ماه و نیم بشه من با این ویدیوهایی که مثلا میخوام بذارم بهش طول بکشه، ولی ارزش داره. من در کنار ویدیوهایی که میذارم شما باید تمرینم بکنید انشالله. حالا امید خدا ببینیم چه جوری میشه، تا کجا پیش میریم دیگه. ممنون، با تشکر، خدا نگهدار.